دوستان عزیز السلام علیکم. امروز ما نهال انار را 14 اپریل 2026 کارکرد زهر خیمیکات میکنیم، چون که در تنه انار حشرات پیدا شده است. از نشان میدیم. ما اول میگیریم 5 گرم خورس در 10 لیتر آب. ظرف ما 20 گرم است. برای هوای 10 گرم انداختیم، آمیخته کردیم و داروی ضد حشرات سوپر توپ. من ضد من همین حشرات ها هست. 10 گرم در 10 لیتر آب. در اینجا ظرف ما 20 گرم است، 20 لیتر است. 20 گرم انداختیم. حاضر میریم آمیخته کردیم، نزدی انار میرویم. درخت انار. این درخت انار است. امروز که سالکین است، داروی خورس نه کار میکند. روزی گرم باشد ما کار میزنیم. حاضر ما به شما یگان گلش رو نشان میدیم که چخیل حشرات با وی گل تاثیر رسونده ایستاده است. شکرک دیدید؟ اگر ما این را حاضر نکشیم این همه را جزیر میکند. اون که من برگاه هم شیرین شده، چسبک شدن. من بینید حشرات علاقه برگاه من بینید یه لقص میکند. برگاه علاقه شیرین شدن. آن نبینید تنی برگ رو بینید چقدر بسیار است. بینید حاضر اگر همین رو ما کار کرد نکنیم ما آن رو از دست میدیم. خورس خدمت میکند برای اون که کسلی های پوسیدن و دیگر کسلی های انار را پیشگیری کند. سوپر توپ حشرات هایش رو میکشد. ما اما کار کرد رو سر کردیم. در بینیش کارگر ظرف پوشید اجرا کننده تا اینکه زهرآلود نشود و درخت را ما خیلی کار کرد میکنیم. نگفته نماند که خورس اگر با شفتالو رو کنید از برگ های جینجک زدن باز بهتر می شود. حاضر باز شفتالو رو نیز میزنیم. منم خیلی کار کرد میکنید. میشوید درخت را. خلاصی گپ و این کسلی از بین میرود. باز یک مرتبه 10 روز پس اگر زنید این بسیارتر گل میکند و نترسیده زنید این میلیون تا گل میکند. من این شفتالو هست پیوند کردگی من شفتالوی بهترین دنیا را آورده از خارج کشور پیوند کردم. من برگشت جینجک زده سیدید. انا این برگ رو نیز خورس میزنیم. نهایت فایده کلان دارد. خورس جینجک زدگی شفتالو رو من این برگ رو رست میکند. من دیدید این جینجک زدگی اینها رو رست میکند. من حاضر کسلی شفتالو رو به شما نشون میدم. جینجک زدگی هم پوری حشرات است. ببینید تنش این پیوند است. از سببی که من این برگ رو همه حشرات خورده رفته است. من یک هفته نبودم در خانه، در قبادیا بودم. همه حشرات خورده ایستاده است. ما این رو دورو میزنیم تا حشرات رو زده نیست کنیم. حتی مورچه برآمده این حشرات رو خورده است. مورچه این رو میمکد. همین زیاد کننده همین شکرک این مورچه است. مورچه شکرک رو اینجا در برگ های جوان میموند. شکرک و برگ ها رو میمکند و شیرینی استخراج میکنند و مورچه این شیرینی اینو شکرک رو میمکد. حالی ما همین رو با خورس کار کرد میکنیم. و میگویند نشان میدن در گروه که برگوی شفتالو ما انم خیلی چیکار کنیم. خورس زنید. خورس و ماسپیلان، خورس نورلده، خورس سوپر توپ. یک 10-15 روز پس گرمتر که شد الکه خورس کار نمیکند، سکور ناز کار میکند. همدیران عزیز من هم به شما برگ‌های زردالوی خونه خودم رو نشون میدم که یک مرتبه با خورس ما کار کردیم. ببینید چه خیلی برگ‌هاش تازه آزاده است. ببینید دیدید چه خیلی ناز است. هر امروز هم کار کرد میکنیم چون که الکه کمی بیش الکه در تنش سوراخی دیدم. من در تنه برگ انا سوراخی دیدید. این الکه از کسلی شباهت میتید. من باید بینید من این کسل شده است. الکه دیدید من این خودش رفتی. من همین سببش کسل دورو نزدن است. من این دیگر من بینید او تنش الکه سیاچه میشود. این هم دورو نزدن است. همدیران عزیز منم خیلی با خورس درختاتون رو شوید و سکور هم میشود. سکور وزی گرم شده سکور هم کاری نقض میکند. سکور و این چونید یک نمود
ilova کنید داروی ضد حشرات. در پناه خدا باشد. خدا نگهبان شما باشد.